آنها سرزمین کنعان را فتح کردند و مسجد الاقصی را از شرک پاکیزه نمودند. پس اسلام با توحید به سرزمین کنعان بازگشت و بعدش کنعانیان در سرزمین کنعان ضعیف و زیردست شدند، زیرا آنها دین خود را ترک کردند و به شرک و کفر روی آوردند. پس این سرزمین به مسلمانان رسید. یوشع ابن نون بعد از آن که دولت او 100 سال برپا بود وفات کرد. پس از او نسل ضعیف آمد با ایمان ضعیف، چنان که ابن خلدون این را ذکر یادآوری کردند. روزهای سخت مردان قوی به وجود می آورد. مردان قوی آسایش و ناز و نعمت می سازند. آسایش و ناز و نعمت مردان ضعیف به وجود می آورد. مردان ضعیف روزهای سخت می آورند، گویا یک دوره بسته باشد. این نسل دنیا را دوست می داشت، با آن دلبستگی سخت داشت. شهوات را پیروی کرده از آنها دست نمی کشید. حتی گناهان را مقرری می شماردند و سنت الهی بر این زمین است. هرگاه ما حکم را با شریعت الله ترک کنیم پراکنده می شویم و الله نیرنگ و کینه ما را در میان خود ما قرار می دهد. واقعا همین چیز با بنی اسرائیل یا مسلمانان بنی اسرائیل رخ داده بود. آنها حکم الله را ترک کردند و تورات را کناره گرفتند. پس الله کینه و دسیسه اشان را بین خود آنها انداخت. دولت یوشع ابن نون پاره پاره شد و قسمت را جدا کردند. جنگ های داخلی سر شد تا اینکه عرب ها و عمالیق به سرزمین خود برگشتند با رهبری جالوت. بله، جالوت عرب بود. او به سرزمین حمله کرد و حکم باز به عرب ها بازگشت، گرچه کافر بودند. اما وقتی آنها حکم الله را ترک کردند، قدرت تنها با قوی ترین می رسید. حتی تورات را گرفتند و پاره کردند و یک قسم بزرگ مسجد الاقصی همچون قصاص ویران کردند. پس تورات گم شد. دیگر هیچ کس از بنی اسرائیل آن را پورا حفظ نمی‌دانست و در بین آنها ناپدید شد. آنها در سرزمین ها ناتوان شدند و با آن زمان از دیارشان بیرون کرده شدند و شرک باز هم به مسجد الاقصی برگشت، ولی این بار با زوری، با شمشیر. اگر تو از من قوی تر باشی، اما یاری الله سبحانه و تعالی تنها برای مسلمانان مؤمن می آید، نه برای کسی دیگری. مسلمانان بنی اسرائیل در آن سرزمین از الله سبحانه و تعالی می خواستند که اقصا را برایشان آزاد کند، منتظر منظره که حالت مسلمانان امروز را به یاد می آورد. دعا می کردند و دعا می کردند، ولی دعایشان قبول نمی شد. آنها از الله سبحانه و تعالی می خواستند که عزت آنها را برگرداند و مسجد الاقصی را به آنها بازگرداند، تا آنکه در میانشان یک پیامبر از پیامبران بود، اما نامش در قرآن ذکر نشده است. سپس نزد آن پیامبر آمدند و گفتند برای ما پادشاهی تعیین کن تا در راه الله بجنگیم، جنگجویی کنیم. پیامبر بر آنها گفت آیا ممکن است اگر جنگ بر شما فرض گردد جنگ نکنید؟ اگر جنگ برای شما فرض گشت ممکن است که شما از این دست میکشید. یعنی اگر الله سبحانه و تعالی جنگ را بر شما واجب گرداند شاید جنگ نکنید، روی گردان شوید. آنها گفتند چرا در راه الله جنگ نکنیم، در حالی که ما را از خانه های ما و فرزندان ما بیرون کردند؟ پس الله متعال دعای آنها را اجابت کرد این هنگام و پادشاهی را با طالوت داد تا آنها با او جنگیدند، ولی آنها اعتراض کردند چرا طالوت؟ چرا بر کسی نمیدهی که سزاوارتر باشد؟ گفتند چگونه او بر ما پادشاه شود در حالی که با پادشاهی از او سزاوارتریم، از او دارایی زیاد داریم. یعنی پول و مال ندارد. گفتند وای ما پادشاه هستیم، ما پول و مال و ثروت دارایی داریم. این هنگام پیامبرشون بر آنها گفت الله او را بر شما برگزیده است و او را با دانش و قوت بدنی افزون داده است تا آن دمی که سرکشی کردند، اما در آخر دیگر چاره جز اطاعت برایشان چیز دیگری نبود. و الله سبحانه و تعالی درباره آنها ذکر یادآوری میکند. پس وقتی که جنگ با آنها فرض گردید روی گردانیدند جز اندک از آنها و الله سبحانه و تعالی به حال ظالمان داناتر است. این قصه را انشاءالله که در آینده برای شما ذکر یادآوری خواهیم کرد پورا. پس واقعا طالوت برخاست و با جالوت جنگ کرد. در همین لحظه ها قهرمانی داوود علیه السلام ظاهر شد. او جوان بود، چشمانش کبود و مویش زرد، سبکتر بود. با سنگ، با فلخمون، با این سنگ انداز جالوت رو به قتل رسانید که این جالوت چون یک پیشتر ذکر کردیم از این انسانهای عظیم جثه های عمالق باقی مونده بود، در حالی که داوود با یک سنگ او را کشت تا با مسلمانان بنی اسرائیل نشان بدهد که قوت ایمان است.
و پیروزی از جانب الله است، نه این قوت جسم و بزرگی و توانایی. پس اگر الله با کسی باشد ممکن است که سنگریغه های خرد یک لشکر بزرگ را هم نابود بسازد. همین طور هم شد. این سنگ های خرد داوود علیه السلام یک لشکر جالود عقیم نشینی کرده. آنها عرب های عملیق در شرک بودند و مجهز با پیشترین یراق‌های زمانوی خود مجهز بودند. اما اگر شما ای بندگان الله را یاری بدهید، او شما را هم یاری خواهد کرد. داود علیه السلام اولین پیامبر و اولین پادشاه بود در تاریخ بشر. اولین پیامبر، اولین پادشاه شد و در آن زمان صاحب این مسجد الاقصی گردید و او قرار کرد که مسجد الاقصی را از نو بنا کند بعد از آنکه که آن را ویران کرده بودند. اما داود علیه السلام پیش از انجام ساختمان وفات کرد و پس از او وظیفه را سلیمان علیه السلام به عهده خود گرفت. سلیمان علیه السلام یک قصه الهیده میخواهد و داود علیه السلام یک قصه های الهیده میخواهند. الله سبحانه و تعالی با این سلیمان علیه السلام یک پادشاهی بسیار بزرگ داده بود و در یک روز، در یک شب، سلیمان علیه السلام دستانش را به سوی الله برداشته و گفت: پروردگارا، مرا بیامرز و بر من پادشاهی عطا کن که پس از من برای هیچ کسی سزاوار نباشد. و درستی که تو بسیار بخشنده و مهربان هستی. الله متعال میفرماید: پس ما باد را برای او سلیمان علیه السلام مسخر گردانیدیم، اطاعت پذیر گردانیدیم که با فرمان او نرمانه هر جا که میخواست جاری میشد و نیز شیطانها را، هر بیناکاران را و غواص را و دیگران را هم که در زنجیرها بسته بودند. این عطای ماست. الله میگوید: پس به هر کی خواهی بده و نگاه دار به حساب. پس بادها با امر او میوزیدند و او حتی بر شیطانها و جنها حکمرانی داشت. زیر فرمان او بود و روز سلیمان علیه السلام قرار گرفت که مسجد الاقصی را بسازد. با امر پروردگار از شیطانها و جنها کمک گرفت و همراهش که بودند که این مسجد را بنا بسازند. پس مسجد الاقصی یگانه مسجد شد که آنها هم فرشتگان ساختند و هم جنها ساختند و هم انسانها. پس این اولین صورت قدس بیت المقدس است که در عهد پیامبر سلیمان علیه السلام تقریبا 3000 سال پیش بنا شده است و آن وقتی که جنها را امر میکرد تا اینکه قلعه این ساختمان رو بسازند. پس میدونه که روایتی هست که پیامبر سلیمان علیه السلام بر حیوانات و جنها قدرت و تسلط داشت. پس این قدیمترین سنگ‌هایی میباشند که زیاده از 3000 سال برای اولین دیوار قدس از آن آغاز شده بود بنا یافته است. و همچنین آن محض در آن قبرستان انسان‌هایی که در آنجا دفن شدند صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. چیز عجیبی هست راستی. سلیمان علیه السلام سالهای دراز بر بنی اسرائیل و مسلمانان در سرزمین کنعان حکمرانی میکرد. او آنها را با تورات و زبور حکم میکرد. سالهای زیاد زندگی کرد تا اینکه سلیمان علیه السلام وفات کرد و در سن جوانی فوتید. اما بعد مرگ سلیمان علیه السلام آهسته مسلمانان حکم تورات را ترک کردند باز و به پیش خود قانونهای مخصوص اختراع کردند، به خود قانونگذاری کردند. پس الله سبحانه و تعالی نیرنگهایشان را به خودشون قرار داد، ضعیف شدند و پراکنده گشتند تا جایی که امر معروف و نهی از منکر هم نمیکردند، آن را هم ترک کردند. آنها دین الله را تحریف میکردند و به تورات هم تحریف میکردند، یعنی یک باره از دین خارج شدند، از شریعت الله دور شدند و حتی نام دینشان را نیز یهودیت عوض کردند. آدمان را فریب میدادند تا جایی که الله سبحانه و تعالی برای آنها فرموده است: لعنت شدند کسانی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند با زبان داوود و عیسی پسر مریم که برای آن بود که نافرمانی کردند و تجاوزکاری نمودند. آنها یکدیگر را از کارهای زشتی که انجام میدادند منع نمیکردند. چی بد است آن کاری که انجام میدهند؟ و بسیاری از آنها را میبینی که با کافران دوستی میکنند. و چی بد است آنچه جان آنها پیش فرستاده است، تا جایی که الله سبحانه و تعالی بر آنها خشم گرفت و بر عذاب جاودان آنها گرفتار شدند. آنها همین طور باقی ماندند تا آنکه الله سبحانه و تعالی بعضی از آنها را به میمونها و خوکها تبدیل داد. اما در میانشان اصلاحگران هم بودند
ولی سخنانشان بسیار ضعیف بود. سپس الله سبحانه و تعالی برای آنها پیامبران روان کرد، ولی آنها پیامبران گوش نکردند، آنها را کشتند. هر بار که منشان پیامبر ظاهر میشد او را میکشتند و با آن پیامبر رحم و نمیکردند، با آنکه پیامبر الله سبحانه و تعالی رحمت از جانب الله سبحانه و تعالی است. اما هر پیامبر می آمد میکشتند تا آنکه قاتلان انبیا به نام قاتلان انبیا مشهور شدند. پس الله سبحانه و تعالی آنها را لعنت کرد و غازیان هجوم کنندگان را نیز بر آنها مسلط ساخت که در آن زمان بابلی ها به آنها حمله کردند. این یک رویداد بسیار بزرگ تاریخی بود تا جایی که اسارت بابلی سبی بابلی نام گرفت. بسیاری از آنها را کشتند، زنان را اسیر گرفتند و آنها را از سرزمینشان راندند و در هر جا پراکنده شدند. سردار این بابلی ها در آن وقت نبوخذ بود، مرد به نام نبوخذ. او مسجد الاقصی را محاصره کرد و آن را بار دیگر کاملا ویران کرد. بعد از دنبال همه بنی اسرائیل که وقت یهودی بودند افتاد و آنها را در هر جا که میافت میکشت. بسیاری از آنها را غلام کرد و در بابل همچون اسیر قرار داد و بسیاری هم گریختند و پراکنده شدند در زمین. بعضی به مصر افتادند، بعضی به یثرب، بعضی به شمال جزیره عرب. آنها یهودیان بنی قریظه، خیبر، بنی قینقاع و دیگر بودند، باقی مانده هایی که از بنی اسرائیل باقی مانده بودند و بعضیشان همان در سرزمین کنعان ماندند ولی همچون غلام زندگی میکردند. از همان وقت این سرزمین کنعان هدف حمله های پی در پی شد. هر دفعه یک حکومت پادشاهی نو می آمد آنها را اشغال میکرد، زیر حکم خود قرار میداد. بعد از آن فارس ها هم سرزمین کنعان را اشغال کردند و زیر حکم فارس ها قرار گرفت. یهودیان سالهای زیاد زیر حکم آنها زندگی میکردند. کمی فشار و غلامداری سبکتر شد و به آنها اجازه دادند که مسجد الاقصی را از نو برقرار و بنا بسازند. اما آنها تورات را تا حد تحریف کرده بودند که میگفتند اصلا مسجد وجود ندارد، چیزی که هست هیکل است. از همین وقت چیزی که به نام هیکل سلیمان پیدا شد که در زمین ما خیلی زیاد این را میشنویم. تا آغاز آن در بین آنها مردم تغییر دهنده دین الله سبحانه و تعالی خیلی زیاد بود و سپس بعد از آن رومی ها فارس ها را غزو کردند، حمله کردند و در یک جنگ قوی بر آنها غالب شدند و زمین کنعان را تصرف کرده گرفتند. باز این دولت روم در آن زمان بعد از گرفتن این سرزمین کنعان از فارس ها بر یهودیان یک فضای وسیع داد تا که در آن دین خود را با تمام آزادی عمل کنند، حتی که برای آنها مثل یک دولت خرد بود، یعنی برای بنی اسرائیل معین شده بود و آنها را ستم نمی‌کردند تا از دمی که الله متعال عیسی ابن مریم را فرستاند و آنها در آن زمین کوشش میکنند او را به هر راه بکشند. عیسی علیه السلام را او را تنگ کردند، دروغ گفتند، او را ترک کردند، حتی حکومت رومی ها را حفظ کردند و تا آن درجه‌ای که او را خواستند بکشند و گمان بردند که او را کشتند. در آن زمان این حکومت روم گفت این مرد باید او را بکشیم. حکم کردند که او را به قتل برسانند، ولی الله متعال او را پیش از آن که حکومت او را ببرد به آسمان برد. پیش از آن که این یهودیان او را بکشند الله او را به آسمان برد و پیش از آن که به آسمان برداشته شود حواریان را از اطراف خود آگاه کرد و گفت که او را الله دوباره به زمین برمیگرداند و زمین را حکمرانی میکند و پس از او پیامبری به نام احمد می آید بعد برداشتن به سوی آسمان. سپس بعد این خبرها الله سبحانه و تعالی عیسی ابن مریم را به آسمان برداشت و پس از آن برای یهودیان از جانب این دولت روم فشار داده شد. هیکل آنها را ویران کردند و آنها را از سرزمین ها راندند، بعداً پهن شدند. از آن زمان با این زمان، از این زمان با آن زمان برای آنها هیچ دولتی برقرار نبود. هر جا میگشتند. بنی اسرائیل از سرزمین کنعان راندند. دولت روم شام را به قسم‌ها تقسیم کرد و آن را تقسیم رومی هم نامیدند و گفته می شود که در آن زمین فلسطین به فلسطین نامیده شد. آن زمان تقسیم بندی رومی ها این فلسطین به فلسطین نامیده شد، همین نام حاضره که قرار دارد و این سرزمین فلسطین زیر حکم رومی ها قرار ماند و مسجد الاقصی ویران شده بود و اطراف آن پر از بت پرستان بود و اکثر آنها بت پرست بودند و کمی از نصرانی ها باقی مانده بود و خلاص. و توحید سپس بر مسجد الاقصی برگشت مگر پس از آن که حکم الله متعال از نسل اسماعیل محمد صلی الله علیه و سلم را فرستانید. دعای ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام را یاد دارید در بالا ذکر کردیم از قول الله سبحانه و تعالی هنگام بنای کعبه. آنها
الله متعال دعا کردند که در مکه پیامبر بفرست. پس الله دعای آنها را قبول کرد. الله متعال در مکه خاتم پیامبران را فرستانید و او از نسل اسماعیل علیه السلام بود و با او این وظیفه مسجد الاقصی سپرده شده بود. پس از آن که مسجد الحرام به مسجد الاقصی اسرا کرده بود، از مسجد الحرام به مسجد الاقصی اسرا کرد، با همه پیامبران در آنجا ملاقات کرد، با آنها نماز خواند برای همه خلق و ملت ها، همه پیامبران. و پس از سالهای طولانی این زمین، این مسجد الاقصی، این فلسطین دوباره بر مسلمانان برگردانده شد. پس از عصرهای طولانی الله متعال برای عرب ها مقرر کرد که به سرزمین خود باز بگردند، نه برای برگرداندن زمین خود، بلکه برای آزاد کردن آن از شرک و ظلم رومی ها و برگرداندن توحید در آن سرزمین ها. پس در آن زمین اولین نقشه مسلمانان برای غزوه حکم روم به تازه کردن مسجد الاقصی از شرک پیدا شد. اما این دفعه به دست خاتم پیامبران صلی الله علیه و سلم. پس مسلمانان از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم برخواستند و با او گفتند ای رسول الله، ما با تو نمیگوییم چنان که بنی اسرائیل با موسی گفتند تو و پیامبرت بیرا و جنگ کنید، ما اینجا نشسته ایم، بلکه بیرا تو و پروردگارت با جنگ کنید و ما با شما هر دو یک جا جنگ میکنیم. الله اکبر. و اگر شما روی گردان شوید، الله قوم دیگری را عوض میکند که مثل شما نباشند. برای همین یهودیان مسلمانان را بد میبینند، بد میدانند و عرب ها را نیز بسیار بد میبینند. اگر در دستشان باشند آنها را نابود میکنند. و همچنین یک کینه پنهانی دارند در دل خود قرار دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید بیا بیرون رویم. همه‌شون کینه پنهانی دارند، در دلهایشان قرار دارد، چنانکه میدونند که پس از آن که آنها از دین الله روی گرداندند، الله متعال قوم دیگری آنها را با قوم دیگری عوض کرده که این قوم مثل آنها نیست. آنها میدونستند که پیامبر در آخر می آید، چون از خانان موسی و عیسی آن را درک کرده بودند. و این همان است که الله سبحانه و تعالی به ما خبر داده فرمود. کسی که پیرو رسول الله صلی الله علیه و می شود و این پیامبر امی را پیروی میکند که ما این پیامبر امی محمد صلی الله علیه و سلم را در نزد خود در تورات و انجیل نوشته بودیم، در کتاب‌های آنها نوشته شده بود که الله سبحانه و تعالی از نسل اسماعیل امت بزرگی را برمی‌انگیزد. این را می‌دونستند در قصه هاجر و اسماعیل که ابراهیم آنها را در وادی مکه گذاشته بود که در سیرت پیامبر این را بیان کرده بودیم و سوی آن باز بگردید. حتی در کتاب‌های آنها ذکر شده است که پس الله آواز پسر را شنید و فرشته الله سبحانه و تعالی هاجر را به آسمان فرا خواند و با او گفت چی حال داری ای هاجر؟ نترس، زیرا الله آواز پسر را شنید که کجاست. برخیز و پسر را برداشته بگیر و من او را امت بزرگ میگردانم. یعنی در کتاب‌های آنها نوشته شده است که اسماعیل از او یک امت بزرگ خواهد برآمد، خود امت بزرگ خواهد بود. واقعا از اسماعیل علیه السلام پیامبر امی محمد صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد، در حالی که نوشتن و خواندن را نمیتوانست، در حالی که این در کتاب آنها در سفری، بلکه این در کتاب آنها نوشته شده بود. و میگویند کتاب را با دست کسی میدید که خواندن را نمیتواند و این ملائک بر او میگوید که بخوان، میگه من خواندن را نمیتوانم. پس همه میدونن که این مرد کی است. واقعا این مرد است که در غار حرا الله بر او وحی را نازل کرده. این در کتاب آنها وجود داشت، در حالی که به سوی پیامبر هنگامی که وحی آمد گفت من خواندن را نمیتونم. پس گفت بخوان، گفت خواندن را نمیتوانم، بخوان، خواندن را نمیتوانم. پس آنها حق را، این یهود حق را واقعا میدونستند و میدونستند که پیامبر که آخر زمان میآید کیست و صفاتش چیست و این پیامبر برای همه ملت ها رس و روان کرده می شود. اما آنها آرزو میکردند که این پیامبر از آنها باشد، نه از کسی دیگری، نه از عرب. وقتی که از غیر ملت آنها آمد، درها این پیامبر را رد کردند، چون کینه پیشتره نسبت عرب داشتند. چی از عرب ها برآمد؟ سپس بر عرب ها و این مسلمان ها کینه گرفتند، کینه کردند. برای همین در مجلس هایشون همیشه لعنت میفرستند بر عرب و بر محمد صلی الله علیه و سلم، حقارت میکنند. پروردگار بر آنها لعنت بفرست. و این خاتم پیامبران پیام بزرگتری دارد که تمام پیام های پیشین را نسخه برداری میکند و آنها را از لهو، از آن آمیختگی های کردن، از آن زیبلدان عقل خود که در آن کتاب ها جایگیر کردن، همه را جزیر کردند، آنها را پاکیزه می‌گرداند و این پیام باشد به مشرق و مغرب همگی میرسد. و در کتاب های آنها ذکر شده است که این مرد از نسل اسماعیل فرستاده میشد به جهانیان. بله، در سفر تکوینی که در قصه قربانی کردن ابراهیم پسرش را همچون قربانی ذکر یادآور شده است.
پس این واقعه عظیم بود که پسرش رو قربان میکند. سپس تو رو برکت میدهد و نسل تو رو افضل میکند، مثل ستارگان آسمان، مثل ریگهای ساحل بحر، مثل تو درهای دشمنان خود رو میبندد. اما الله متعال از کینه و بدبینی آنها مسلمانان را آگاه کرد و فرمود که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. یعنی شما حتما میابید که سختترین دشمنان شما کسانی هستند که ایمان آوردند، یهودیان و مشرکان هستند. یعنی شما حتما میابید که سختترین دشمنان شما کسانی هستند که از یهودیان و مشرکان هستند. در اولین که آنها حقیقت کینه و حقد شدید رو نشان دادن که همون فهمیدن که همون گونه‌ای که پیامبر آمده است، کوشش ها و تلاش های زیاد کردن برای قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم. خیلی زیاد تلاش های کردن تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را قتل برسونند و اکثر کوشش های قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب آنها، از بنی اسرائیل بود که از جزیره عرب مهاجرت کرده بودند که همان آنها قاتلان پیامبر خود هستند. آنها کوشش کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را کشتن آن را ادامه بدهند، اما الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفظ کرد. والله یعصمک من الناس. الله تو را از مردم، از این فریفته مردم، از این دسیسه های آنها حفظ می‌نماید. الله پیامبر را از ضرر و غدر این خبیث ها حفظ حمایت کرد. کوشش کردند که او صلی الله علیه و سلم را جدا کنند و زهر دادند. همه این برای آن که او پیامبر رو که پیامبر آخر زمان از ازمان است، او را به قتل برسانند. پیامبری که برای همه ملت ها فرستاده شد، از عرب ها برآمد، واقعا از نسل اسماعیل که آنها آرزو می‌کردند که از خود آنها باشد و جنگ‌های زیادی بین روم و مسلمانان روی داد. از جمله جنگ معته که قبلا ذکر کرده بودیم در سیرت. اما آخرینش جنگ تبوک بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود با حالت بیماری بیرون شده بودند و در آخر عمرش رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مسجد الاقصی رفت. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آزاد کردن مسجد الاقصی وفات کردند. و چون که موسی علیه السلام خلیفه او یعقوب ابن نون و چون که موسی علیه السلام را خلیفه او یعقوب ابن نون یشع اطاعت کرد و مسجد الاقصی را آزاد کرد، پس از محمد صلی الله علیه و سلم خلیفه او عمر ابن خطاب آمد و مسجد الاقصی را آزاد کرد. کلیدها را به دست خود گرفت و اهل عرب دوباره به آن وارد شدند چون که در اول بودند. اما با دین اسلام که از همه نسل‌ها مهمتر بود، از همه نسل‌ها و نسب‌ها مهمتر و بزرگتر بود و کلیدهای مسجد الاقصی را گرفت و مسجد الاقصی را از نو ساخت و پس از آن مسجد القبة الصخره را ساختند که تا حال بنایش در آنجا استوار است. آن را خلیفه عبدالملک ابن مروان ساخت و از آن و مسجد الاقصی میزان قوت ایمان امت اسلامی بعد از ضعف قرار گرفت و سپس باز هم به سوی ضعف رفتن گرفت و سپس این مسجد الاقصی یک میزان قوت ایمان امت اسلامی و ضعف آن گردید و مسجد الاقصی زیاده از یک بار اشغال شد و برای مسلمانان دوباره برگردانده شد، در نمایشی که ما را به دوره بنی اسرائیل یادرس میکند. و این تصدیق سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بودند. گفتند حتما سنت های کسانی که پیش از شما بودند را پیروی میکنید، مثل تیر به تیر. پس این زمین تا امروز یک مکانی غزو کنندگان بود، تا آن که سال 1917 فلسطین را بریتانیا اشغال کرد و از سال 1917 تا حال که با شما حرف میزنند مسجد الاقصی و فلسطین هنوز اشغال شده تا امروز را. اینجا به آخر اولین قسمه سلسله صحیفه گم شده رسیدیم. اگر نظرهای نو برای قسمهای آینده داشته باشید، امیدوارم در پایین در کامنت بنویسید. و در آخر به شما میگویم که برادران اهل غزه و فلسطین را در دعای ما فراموش نکنیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. تا دیدار شما را پزمان میشوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.